5 تا از عجیب‌ترین مرزهای جهان. شماره 5 مرز بین سه کشور همزمان در یک نقطه از اروپا که میتوانی همزمان کنار مرز هلند، بلژیک و آلمان وایسی که فقط با چند قدم از یک کشور وارد یک کشور دیگه میشی. شماره 4 مرز کره شمالی و کره جنوبی، یکی از محافظ شده ترین مرزهای دنیا که دو کشور با فرهنگ مشابه اما حکومت کاملا متفاوت را از هم جدا کرده است. شماره 3 مرز آمریکا و مکزیک، مرزی عظیم که از بیابانها، کوهها و حتی ساحل عبور می‌کند و بیش از 3000 کیلومتر طول دارد. شماره 2 مرز هند و پاکستان، هر روز سربازان دو کشور در مراسمی خاص و هیجان انگیز روبروی هم رژه میرن و هزاران نفر برای تماشای آن جمع میشوند. و شماره 1 مرز هلند و بلژیک، عجیب ترین مرز جهان، جایی که خط مرزی از وسط خانه ها و مغازه ها رد شده است و حتی ممکنه آشپزخانه یک خانه در یک کشور و اتاق خوابش در یک کشور دیگه باشد. و در آخر ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و عجیب ترین مرز رو تو کامنت ها بنویسید.